وارد میشویم به برنامه زباله احکام با پای چپ و مجهز به شب کلاه. بله. بسم الشیطان الرجیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما خوبان گرامیان بینندگان برنامه زباله احکام. سوال کردن از وضعیت نظام و پتالیت اوضاع و اینکه از این داستان انتخابات آیا عظما جان سالم به در میبرد یا نه، و یه سری سوالم راجع به اندرونی ایشان پرسیدن که ما وارد اون بله نمیشیم. اما در رابطه با انتخابات اگه احراز بکنه یه بدبختی داره و اگه رد صلاحیت بکنه یعنی فرش از زیر پای اونا بکشه خب یه بدبختی دیگه داره. فلذا حالا این توضیح که ما دادیم دو صورت مسئله را گفتیم، اما ای که چی پیش بیاد برمیگرده به میزان بادی که در عظما باقی مونده، چون ایشون الان مدت هاست بله یتفسفسونشون به هوا بلنده و شما بسیجی عزیزی که این سوالات رو نوشتی خودت در هر شکل یک وظیفه‌ای داری، اما آیا صورت اول هست وظیفه شما یا دوم؟ اینجا جاییست که باید حتما مسئله رو از مرجع تقلیدتون یا کسی که فتوای مرجع تقلیدتون رو میدونه بپرسید. به راحتی میتونید تماس بگیرید با دفتر مرجع تقلیدتون مسئله را سوال کنید. البته واضحه که در این قبیل استفتاءات به بیت ولایت نباید مراجعه بکنید، چون چی میشه؟ بله داغ مرجع بودن و داستان اون نمیدونم خمره ولایت تازه میشه. بله خصوصا الان که ایشون کنهو لای دندانهای کوسه گیر کرده باشن و دیگه جای دندان خوری هم نداره. بله بگذاریم. بیننده ای نوشتن که سلام خسته نباشید. علیکم السلام، شما هم خسته نباشید. چرا بین تهرانی ها و شهرستانی ها اینقدر فرق میگذارید؟ به خدا تا حالا 10 تا پیام دادم ولی نخوندید. حالا موندم چه کار کنم؟ خب اولا ما فرق نمیذاریم، ما اینا که میخونیم مثلا معلوم نیست تهرانیه یا غیر تهرانیه، ولی خب معلومه ما هر پیامی را نمیخونیم، چون تو خیلی از پیامایی که مردم میدن از بالا تا پایین نظام به اشکال مختلف ترتیبی و ارتماسی میشورن و میذارن کنار، از علی گدا و کوسه و انتر و عظما کپک و بسیار صفات نکوهیده دیگه و که خیلی هاشم غیر قابل بیانه به مقامات نظام میگن که نگو و نپرس. بله اما در رابطه با اونا که از فیلتر رد میشن ما پشت سر هم اولا بنده اینا رو مطالعه میکنم، اونایی که تکراری نباشد یا زیاد تکراری نباشد قابل طرح در یک برنامه عمومی از رسانه باشد اینا رو علامت میزنیم و خدمتون. حالا اگه یه وقتی سوال شما قبلا هم بوده ما توجه نکردیم خونده نشده است پوزش میطلبیم ازتون. ثانیاً همونطور که خدمتتون عرض کردم حجم موارد آبداری که به اسم سوال و برای شادی روح پدر عظما یا پدر او راحل برای ما می نویسن خیلی زیاد است، خیلی زیاد است، هنوز خیلی ها تو نوبتن. به هر حال پاسخ سوالتون این هست که خب اگر پیامک و سوال شما از مدل شستن کامل مقام ولایت است بله ما نمیتوانیم بخوانیم و خودتون رسما یا به صورت غیر رسمی به روی در و دیوار و کوچه و خیابان و خلاصه اون چیزی که در دل دارید و میخواید نصیب مقام عظما کنید برید اونجاها بنویسید. البته بسیاری کسان دیگه هم قبل از شما این کار کردن. خب با سوال بعدی از جمله همین سوالهای پیامکی که برامون نوشتن بخونیم. بله در مورد بله اینم از همون مواردیه که عرض کردم. اینجا هم توی پیامک به طور مشروع به ابوی و اخوی و سبیه و همشیره و خلاصه کل و نلا کل اندرونی مقام معظم ولایت پرداختن که البته این خودش نشانه چیه؟ بله داستان طلسم و شکستگی. ببخشید از اتاق فرمان اشاره میکنن که همین مقدار هم کافیه. وقتمون به پایان رسید.
تا برنامه دیگه ای از زباله احکام. البته اگه از این داستان انتخابات و التهابات جان به در بردیم، باید چیکار کنیم؟ بله، زحمت کم کنیم. آخرشم بازم بله